موسا تهش هم دارو کن. ببین بشکش. باریکالله. دوتا دیگه براش بیزاریم اینو. is ایران. The setting is کلفت خای. اینجا ایران است. سرزمین کلفت خایگان. The جاندار is زهر کلاسیک. The sight in the talk is picnic. در اینجا یک جاندار را میبینید که برخلاف ظاهر سادهش خایگانی به قد پیکنیک دارد. But the people and not in the maps is life in. او به همه ثابت کرده است که بدون مغز هم میتوان زندگی کرد. The massive deterrent is انتخاب the بازنده کوهین and عقاب the ناتی تخمی. مسیرهایی که او برای تردد انتخاب می کند. حوضه کوهی و عقاب خایه رفتن به آنجا را ندارند. The people the buffer is filming the super is mother the Israel. بیشتر مردم بر این باورند که او از ننه اسرائیل فیلم سوپر دارد. به همین علت اسرائیل با او هیچ کاری ندارد. The end in the motorway is beaming is among the Hassanians Asgari. The sad in the خلوت is امام. عده دیگر بر این باورند که او بیمه امام حسن عسکری را دارد، زیرا این امام سرش خلوت تر است. اینجا موسا تهش هم دارو کن. ببین بشکش. باریکالله. دوتا دیگه براش بیزاریم اینو. و اما خاکی کسخورخیز روزانه تعدادی شاسکول پلاس به مانند این یابو در کشور چشم به جهان باز می کنند و علت آن خراب بودن دستگاه های سونوگرافی اعلام شده است.